شامتون بخیر دوستان ارجمند مخلصان فوتبال. در برنامه فوتبال تاجیک نتیجه گیری از فعالیت دسته های لیگ عالی و یکم چمپیونات تاجیکستان اوید به فوتبال ادامه دارد و این شام ما یک صحبت داریم با سردار دسته روشن شهر کلاب غیرت علیمی رحمتوف. خوش آمدید. خب با نظر داشتی آنکه دسته روشن کلاب مقام سوم رو گرفت، شما از این مقام گرفته و از فعالیت یک موسم دسته راضیید؟ سلام علیکم به همه مخلصان فوتبال. البته هر هدفی روشن خیلی که تکرار به تکرار میگیم فقط برای غالبیت برای جای اول است. خب به هر حال بچه خوب مهنت کردن، موسمی پر از چی بوده؟ پر از رویدادها؟ پر از رویدادها بود. بله، برای همین ما از بچه راضی هستیم. خیلی امسال سیم گرفتیم، هرچند که ما میخواستیم که یکم بگیریم در لیگ چمپیون‌ها بازی کنیم. برای همین باز یک درسی دیگه شد، باز یک کمبودیایی که بدن با از نو میکنیم برای ما باز یک درس دیگه میشه. خب ببینید که اصلا برای جای یکم که دیگر معلوم بود چند دور پیش، اما برای جای دوم رو گرفتن دسته روشن چی نرسید به اندیشه شما؟ بعدی بازی لیگ چمپیون خیلی که گفتیم لیگ چمپیون دو خیلی مشکل است، خیلی تیمایی با خود بازی میکنن و خیلی که خوندین ما اومدیم از قطر، بعد در یک هفته دو بازی کردیم. برای همین آسان نیست. وقتی در قطر همه قوا رو صرف کردیم اومدیم با ریگر بازی کردیم، سان 3 روز پس با استقلال. برای ما میگم که جای یک ضرر خچه رسانده همین. غیرت ما در اول موسم از جانب رهبریت فدراسیون از جانب دسته روشن یک معرف نامه یک ایده از لیگنرها رو دیدیم و دیدیم که آنها چند دور هم در بازی‌های روشن شرکت کردند، اما چی شد که همه آنها در دسته نموندند؟ البته به خطاگی هیچ کس نمیشوه. تا چند سال بود که ما لیگنر خوب هم دعوت کردیم، امسال خیلی کمتر خطا هم کردیم. برای همین در یک موسم بعد یک مرحله ما در لیگنری که در کار نبود با او خیر خوش کردیم و بعدا باز یک لیگنر دیگر با دسته دعوت کردیم. یعنی آنها موافق نمودن با بازی دسته، چی علت داشتن؟ البته چیزی که ما میخواستیم مخلص ها میخواستن فوتبال بینایی که فوتبال تمام میخواستن هم خیلی نبود، برای که وقتی که ما میدیدیم در سایت ها و در ویدیو میدیدیم و یا در اونجا دیگه خیلی بودن، وقتی از نزدیک آمدن در تیم مشق کردن بازی کردن دیگه خیلی بودن. برای همین خیلی یک سال فکر کردیم که یک سال خطا کردیم. یکی از مسئله های داغ چمپیونات ما این فعالیت داوران است. چی گفتن ممکن است؟ شما چی بها میدید؟ خیلی آبی ریخته دیگه بر نمیگرده. چی بگیم دیگه؟ چی بگیم که دلمون تر شود دیگه؟ یعنی شما ایراد دارید با کاری داوران؟ خیلی میداد. مقصد آخران بازی که ما کردیم با استقلال میگه که 11 متر نبود. خیلی من نمیدونم دیگه که او وقتی داوران میگه 11 متر نبود، در فوتبال ما بسیار چیزا را دیدیم، بسیار حالات را دیدیم که عهید ویزه بش 11 متر میشید. خیلی نداد رفت دیگه. از نو شروع میکنیم. فعالیت ور را چگونه بها میدهید؟ به هر حال این چیزی نو است در فوتبال ما. بسیاری ها ایراد دارند، بسیاری ها با آنند که بسیار خوب است که مثلا ور هست، اما متخصصان ما یک چیز میگم که ور وقتی که ور وردی در ور متخصص باید بشینه. در دو بازی که استقلال قطعی روشن کرد، در هر دو بازی دخترک شدگی بود. چه شما شبهه دارید که باید دخترک بود؟ آخی اولی ما فوتبال نمیفهمیم، دختر و یک جو میفهمن. در ده 3 روز یک سال یک جو فوتبال میفهمن. فوتبال هم آدم میفهمه که داوری هم آدم میفهمه که خودش بازی کگی میفهمه. من براستی شبهه ندارم که مثلا چی بانو باشد، چی مثلا پسر باشد، مرد باشد. البته اگر فهمت خود میفهمد به هر صورت خوب شد که همون چیز شد. با میبخشی نمیشوه. وقتی که میشوه اولاد میره بعد مورا که میبخشه، مورا رهبریت میبخشه، میگی خیلی داور یا رهبریت رو مخلصان میبخشه یا مخلصان. وقتی که جریمه 11 نمیتیاد، وقتی که گل میشه گل نمیگیرن، وقتی که گل نمیشه یک طرف، وقتی که نمیبینن یک طرف هم میبینن، میگه که
گل شد. خیلی بعد پسون میگن خیلی میبخشی. این فوتبال با میبخشی پیش نمیره. با پشتیگیری به قول از فعالیت داوران یک چیز رو گفتنی هستم که اصولا هنوز همین ور در فوتبال ما کامل نیست. به چه خاطر؟ با اون خاطره که البته این ور باید با تلویزیون هماهنگ کرده شود. البته تلویزیون هم تواند که همون حالت ها را از چند زاویه به نشان داده تواند. چون که این وری که خیلی که شما گفتین یک طرف هم میبینه و چی را میبینه خیلی چی در کار ور؟ چی در کار؟ نه، در بعضی حالت های هستند که ور به قولی که به فایده ای کار است. امی ما در به فایده مون نشوه. امی ور نشوه. امی ور که یوزی ما میبینیم در کار نیست. امی ور باشد این حق شما است که مثلا میخواهید نمیخواهید. البته نه، البته من فکر میکنم که بودن ور خوب است. نه، ما خیلی گفتیم ما 2025 رسما باز ما مکتوب میکنیم که با ما ور لازم نیست. باشد تا سال 2025 رسیدنمون در کار. اما حال حاضر من میخواستم درباره برآمد دسته روشن در لیگ چمپیون ها بگوییم. بازی یکم رو مساوی کردیم و البته امیدهای کلان بودن. متاسفانه دسته هندوستانی از لیگ چمپیون ها به در رفت. اما بعداً ما در آخر تنها توانستیم که یک بازی مجلا نشان بدیم، هم در اول و هم در آخر. آیا نمیشد همین بازی آخرینی که نشان دادیم با دسته های دیگر در همین جو در دوشنبه و در میشد. ما در برنامه 90 دقیقه هم گفتم اگر ما رنگ تیموی تراکتور و البقره و دیگر ما هم خیلی امکاناتی می داشتیم که با سمالیاتی خودمون میپریدیم میرفتیم 18 ساعت و 30 ساعت 40 ساعت نمیستادیم میشید. هرچند در تاجیکستان اگر تماشا کردگی ختم بودین بله بازی تراکتور را میگیریم. بازی تراکتور را میگیریم که چخیل یک تراکتور تیم پرقوت چخیل که استاد ظاهر بوبوی گفت که 2 نفرش همه همی تیم ما دا با مبلغ مقصد بور است. ما چخیل تیم تراکتور هم خیلی با یک چیزی آوردیم که خیلی بودن حالاتو بودن نزدن. خیلی فوتبال همی است و زدی میبری نزدی بایمتی. برای همی خیلی که شما خودتون ما هندوستان بر وقت رفتیم بازی خوب نشوندیم. داو خیلی بود و هوا خیلی بود و هوایی که اگر هندوستان بود ما باوری داشتم که امروز روشن تاجیکستان از گروه خود میبرامد. برای که در هندوستان بازی کردن با خیلی هوا و با خیلی گرمی و با خیلی نفس کشیدن نمیشید. همون تیمایی که میرفتن در اوجا یا بای میدادن یا مساوی میکردن. تصور کنید که یک مساوی در اونجا اگر در اینجا غلبه میکردیم غلبه البقره البته 7 امتیاز. این خیلی که سال 2021 روشن کلوب یکم بار با آیفکا برآمد با بودجتی 300,000 سومونی 300,000 سومونی. خیلی روشن کلوب هم صاحب جام تاجیکستان شد هم کوبوک آیفکا برآمد. امی هم یک بگیم یا سنساسیا میشید که روشن کلوب. به هر صورت دسته روشن کلوب توانست که در همین گیرودار به قول در همین برآمد 2 دسته تاجیکستانی یک نقطه روغنی رو بگذارد. یعنی با همین غلبه البته توانست که به قول چهره فوتبال ما را نگه بدارد. آفرین. به هر صورت بعضی آدما در رسانه ها و در کوچه و در چه میگن که ای خی البقره را روزیم نبود. این خلگب نیست. نه این خلگب نیست. برد به همه لازمه. یکمش که در همه حالات دیمش که وقتی که برد میکنی با تیم مبلغ جدا میشوه. برای همین بچه‌ها مهنت کردن، بچه‌ها زحمت کردن برای تاجیکستان. ما گفتیم که آخرام بازی های بچه‌ها برای تاجیکستان ما چیکار میکنیم باید غلبه کنیم. البته این غلبه روشن را باید بینور و بیرنگ کردن در کار نیست. این غلبه واقعا برای فوتبال تاجیک لازم. بچه‌ها مهنت کردن، زحمت کردن. اما غیرت یک سوالی که شده همین است که آیا چرا همین ورزشگاه مرکزی ورزشگاه کلوب ارینا به هر صورت آماده نشد تا دسته روشن در کلوب بازی‌های خود را برگزار کنند در لیگ چمپیون ها؟ لیگ چمپیون ها طلبات زیاد دارد میدونین. طلبات زیاد دارد میدونین. از اون جمله یکمش گیردی ورزشگاه خیلی که شما دیدین در کلوب اینفراساختار. بله همین خیلی کارش بسیار بود.
خیلی کارش بسیار بود و کمیش 3 سال برای که او را ساز میکردیم و یک میدانی نو میکردیم خوبتر میشید تیزتر میشید برای که خیلی که خطان میدین میدانی روشن کلوب از سال بله بله برای ما همینجا از همین فرصت هم استفاده میبریم اگر همین سخنهای ما برسه برایت هم برسه یا التماس میکنیم که اگر در کلوب یک میدانی نوی زمانوی ساخته شوه به حد یک خوب میشه. اما به هر صورت اون نماینده‌ای که از کنفدراسیون فوتبال آسیا آمده بود تا جای ما اطلاع داریم اون نفر خیلی از جزئیات رو قبول کرده بود. میدان خودش هم میدان رو قبول کرد. وقتی که همون خودش اومد دیدن کرد میدان گفت اینا ما رفتیم ما هم بازی کردیم میدان روشن کلوب از میدان‌های دیگر یگان کمبودی و فرقیت نداره خوب است و لازم نیست جای لباس عوض کنی اتاقا 100% کمتر میده کنی که 100% مقصد بیرون خیلی که گفتم بیرونش کمتر لنگید مثال به هر حال ما هم امیدوار بودیم که قبول میکنن که خودمون میگفتیم قبول کنن که میدونیم که قبول نمیکنن مشکل تر قبول کنی برای که وقتی که در دیگه دولت ها میریم بازی میکنیم یک کماند میدرویا برای یک لباسی واسکنی 3-4 تا لباسی واسکنی میدن جایی که مشق میتن جای خروکا و جای هر چیز ما نداشتیم این چیزا. تغییر اکادمی روشن چی میشه؟ اکادمی روشن کارش رفته است علاقه اوزی کمتر گرمی شوه ما همو چمنزورا گسترده میکنیم. بله تمام بعد کاری که چیش میشوه جای خوابگاه و چیز دوام دادم میگیریم ما همین مای یعنی بینای خوابگاه و بینای اپریل دا ما میگم که با برآمد دیگه دا با میوم مای اپریل مای دا که همون چمنزور ساز شدگی باشد کاش که خب غیرت کیها از دسته میروند کیها از دسته میروند هر کس حق داره که یک جای دیگه بروه کمی حق داره بروه کمی حق داره نروه کی تصمیمی رفتن داره پس این خیلی بگذارم من در این چی گفتن نمیتونم برای تا امروز هیچ کس نشنیدم و ما فکر میکنیم که روشن کلوب امروز یک معاش میته که فکر میکنیم که دیگه دستوی خیلی نمیتن هرچند کمبودی یک مو یک نیمو کمتر معاش دیرتر میشه در همه کلوب‌ها است کمتر یک مو یک نیمو کمتر دیرتر میشه به هر حال نیکی مبلغشون پیسه‌شون همه چیزشون میگیرن یگان کساز امروز چیزی که ما وعده کردیم امروز میگیره یگان کس جای چیز نیست. خوب اکنون سوال اصلی و اصولی میخواهم اسم سرمربی نوی دسته روشن کلوب را بگویید. خب علاقه دیرکتور گنرالی در شهر مسکو با مربی شناخته دیمیتری چریشف خب هم صحبت شدن خب قرارداد با امضا رسوندن ما باور میکنیم که این خیلی مربی و باری اول است که به تاجیکستان میآید برای همین ممکن فرزند چندی نیستم میآید برای روشن بازی میکنه بازیگری که در ریال با کریستیانو رونالدو بازی کرد بله تا زیر در اروپا بازی میکنه 50-50 است باشد. خب با دیمیتر چریشف برای چند ساله قرارداد بسته شده یک جمع یک میکنیم هم ما کوشش چیزی که ما با او گفتیم فقط صاحب جام شدن چمپیون شدن لیگ چمپیونا برآمدن طلبات شما طلبات ما چیزی که او میخواست در نزد ما گذاشت ما راضی شدیم کدام بازیگرایی که خودش میخواد ما گفتیم که بیار از لیگ برتری روسیه فرق نداره که این باشه گفتن ممکن است که او چی طلبات گذاشت پیش شما طلبات چی میمونه طلبات فقط معاش میشوه معاش خوب میشوه جای خوب معاش خوب جای خوب ما داریم تاجیکستان بهترین جا خب معاش خوب بازیما گرفتیم خب بازیما گرفتیم معاش خوب میدیم خیلی دیگه طلبات فقط از دیمیتری چریشف رسیده میشه. شاید در ذهن مخلصان یک سوال دیگر پیدا میشود این جمله در ذهن من هم خب مثل سالی که مثل موسم گذشته باز هم دسته روشن در دوشنبه خواهد ماند البته دوشنبه ما چرا در کلوب گفتیم که اگر تو اکادمی کلوب ما ساز نکنیم
ما تیم با کلوب نمیبریم. این از لحاظ اقتصادی برای شما مشکل است یا اینکه خیلی کلوب مقصد چه خیلی از بازیگران که از ما دعوت میکنیم، مربی دیمیتری چیش دعوت میکنیم، از میگیم خیلی کلوب هم شهر زیبا شهر چی است، به هر روز دوشنبه. نه منظوری من چی است؟ مثلا دیمیتری چرشف من فکر نمیکنم که پیش شما همین گونه طلبات رو مونده باشد که من حتما در دوشنبه زندگی میکنم. نه این طلبات نمونده آدم حرفه‌ای است و باید مثلا در به هر حال ما گفتیم که ما یک ایلاج کنیم که اکادمی را ساز کنیم، همه چیز در درون شوه، پروفسیونالی شوه، پروفسیونالی وقتی که خوراک خوردن پروفسیونالی شوه، مشق و تمرین پروفسیونالی شوه، دیگه یا با یگان چیز محتاج نشیم. باشه من شما را فهمیدم. خب دیمیتری چرشف البته در اسپانیا بازی کرده است، در اسپانیا کار کرده است. ریال مادرید کار کرد. بله در سیستم ریال مادرید بود، در تیم های بچگانه را تمرین میداد. خب انتظار می رود که مثلا فوتبال روشن جانب فوتبال اروپا برگردد یا با قولی که مایل شود مایل کنه. این پروفسیونال در همه جا پروفسیونال است، فرق نداره. بازیگر خوب، مربی خوب، خب شرایطی خوب، همه چیزا پیش میبره. برای ما کوشش کردیم که برای همه چیز شرایطی که گفت ما کردیم، کرده ایستادیم. خب من فکر میکنم که امسال سال 2025 سالی روشن خواهد بود. سالی روشن خواهد حتما بود. یعنی برای شما چی فرقی ندارد؟ خواه جانب اروپا می رود فوتبال روشن، خواه جانب امریکا باید چمپیون شود. باید چمپیون شود. مخلصا شد شوند. روشن کی چمپیون میشه؟ روشن کی چمپیون میشه؟ از سوال خود باید جواب بگویم. بله. من دیمیتری چرشف درباره دسته روشن، درباره مخلصان دسته روشن چیزی میدوند یا البته علاقه با بازیگرا را همش میدونه که کدام بازیگر در کجا است، چه خیلی بازی میکنه. مخلصا را میدونه چه خیلی سر مخلص ترین در تاجیکستان است. برای همین وقتی که دیمیتری چرشف و روشن کلوب میآید، این چیزایی است که این چیزا را بگیم چی بگیم در شب خواب میبینیم. بله این رویداد خیلی کلان است. و دوستان عزیز یک بار دیگر خاطر رسون میکنم که اصلا دیمیتری چرشف همون نفری است که در هیئت دسته منتخبی روسیه بازی کرده است، در هیئت منتخب اتحاد دولت‌های مستقل بازی کرده است و در سیستم ریال مادرید کار کرده است، در چمپیونات اسپانیا بازی کرده است. فرزند یو دنیس چرشف هم همین گونه در چمپیونات اسپانیا خیلی زیاد بازی کرده است. عموما با قبلی که بچه‌های اروپایی هستند و چهره‌های شناخته هستند، اگر هر دو بیایند باز هم البته یکی از رویدادهای خیلی کلان در چمپیونات ما خواهد شد. بله با بخشش با خود یا مربی دیگه میاره. خوب با خود یا مربی دیگه میاره. خب ما روزی شدیم. خب ما اسم او رو فهمیدن ممکن است یا اینکه خیلی اولیس خودش میاره؟ خودش گفت که خودم بعد میگم مقصد باشد. خب اکنون سوال دیگر، تقدیر علی نظرزاده چی می شود؟ علی نظرزاده چه خیلی که میدونین مربی ها ما هم خدمت مربی بودیم میوه میره و میره میچی ما با وای یک ساله چی کردیم شرطنامه کردیم با اگر رهبریت خواه میسده تیم نخواه هیچی ما یکم یک فوتبال هم میاد. اما به هر صورت روزهای هم مقالی خوب دارن، میگن که از خوبی نمیجویند، درست؟ به هر صورت علی نظرزاده بد کار نکرد. این اندیشه صرف انفرادی من است. مقام سیوم گرفتن درست بد کار نکرد. ما چند سالی که همی روشن کلوب و سرپرست یوجی شریف سرپرستی میکرد، ما از اونجا سر کردم ما فقط 2 سال روی هم ما دیم جو گرفتیم. بله بله. خب سیم جو که بگیم اینه گرفتیم خیلی ما هم چون فوتبال با میگم که مایلش یکم گپی نیست، نه که رهبریت فقط در پیش خود میمونه که ما چمپیون شیم یا که لیگ چمپیون بازی کنیم. برای این رهبریت همه وقت حل میکنه. بگه که میست علی نظرزاده بیسته به حیثی مدیری فنی میسته بگه که نه یکم جای پوشیده شم نیست، یکم جای ملال شوی شم نیست. گفتی شما حیات مربیگی همین است، امروز اینجا و فردا اونجا. غیرت یک سوال داشتم، اگر ممکن باشد میتوانید که جواب بگوید. خب برای خریداری بازیگران نو در روزانه زمستانه بودجه روشن چگونه جدا شده است؟
این چیزی مخفی است. چیزی مخفی است. یکی وقتی که ما چهرش فوروردیسته با تیم همین خودش نشون میده که روشن امروز یکم بودجه یکم چیزی داره که چهرش فروفایل ده. از موسم نو در چمپیونات ما در میدان 5 لیگیونر در دسته 7 لیگیونر خواهد بود. نگاه شما چی است؟ 7 نفر میشد خوبتر میشد. چرا؟ برای که ما از خیلی تاجیکانی مقصد فوتبال بازی تاجیکی که زور باشن، مثال از ما میخوایم که جوابگو به طلبات باشه. علاقه تاجیکان فوتبال بازانی هستند که در تیم‌های ریگر، چسکا و اوجاند و یا ایستادگی هم شهرنامه کاگی ایستادگی هم و یا دیگر نمیجیم با بسیارش. برای همین خیلی قین میشه و 7 کس میشید خوبتر بود. اما ببینید که دسته روشن یکی از دسته هایی هست که در آن بیشتر با قولی که تاجیک بچه ها بازی میکنن، مثلا عزیز بیک حییتوف بازی میکند، خورمراد نظرف بازی میکند، محمد جان بازی میکند، باز محمد جان بازی میکند. خوب یک ایده از بچه های بازی میکند در کار. برای که خیلی که شما خوندین در موبایل جراحت میبرد و کردی سرخ میگیره، کردی زرد میگیره، با ما با بازیگران محتاج میشیم. برای همین 4-5 نفر دیگه اگر در تیم با پیوست میشید خیلی خوب میشه. بسیار خوب. و سوال اخیران، با نظر داشت اون که تیم منتخب ملی تاجیکستان در ماه مارت در بازی‌های گروهی مرحله گروهی جام آسیا برآمد میکند، چمپیونات امسال ماه مارت شروع می شود، اولهای ماه مارت. هر وقت ماه اپریل شروع می شد. چی نظر دارید به این؟ همیشه ماه اپریل میشید خوب میشید. چرا؟ اول که میدانهایی که علفی که در ما هستای، مقصد ما تا اون وقت آماده نمیشه. تا اون وقت آماده نمیشه. برای که ماه مارت علاقه سر میشه، هفتم باشه یا هشتم باشه. هفتم علاقه هوا هم خیلی چیزی که مود در کره میدان در کره خیلی نمیشه و برای همین هفته باید سخت باشه، هفته بزنه بعدی برف و باران چمن سبز شود. برای همین ما باور میکنم که در ماه مارت یگان میدان تیار نمیشه. خوب میشه دیگه اپریل میشه. غیرت اما ببینید که گپ در سر منتخب تاجیکستان میرود. اگر ماه اپریل شروع شود چمپیونات، ماه مارت علاقه باید اون بازیگرانی که از دسته ها با هیئت منتخب دعوت میشن آنها باید در حالت فیزیکی در کاری باشند، چون که این ما برای برآمدن به چمپیونات آسیا در اینجا تلاش میکنیم. تا ماه مارت هم بازیگرانی که در دسته هستند با فیزیکی پورا همش بدنشون تامین میشه. برای که ما ینوار علاقه تیمای سکه دکابر سر میکنن، تیمای یک ینوار فوریه مارت در 3 ماه همه طرفای فیزیکی تیار میشه. این یگم جای مشکلی نداره. باشد. این نظر شما بود. البته خوب از روشن در سال 2025 چی رو انتظار شدن ممکن؟ شما کی آمادگی رو شروع میکنید؟ در کجا برگزار میکنید آمادگی رو؟ ما علاقه ای 20 ینوار شروع میکنیم. خیلی که گفتیم امروز ما صحبت با مربی داشتیم، با ما همون رجای کاری که میکنم را با ما روان کرد. ما چی باید کرد؟ یکم تمرین‌ها در شهر دوشنبه میشوند، دیمش در باهرستان میشوند، سهمش در یا قطر یا دبی یا انتالیا سهمش میشه. برای که در بسه چیز بسه مرحله مربی تقسیم کرده است. برای ما پیشکی مسئولیتون رو کردیم، همه را کردیم. حتی مربی خواست که روشن کلوب جایی داره که در دوشنبه وقتی مربی ها بشینیم حتما ما در دوشنبه داریم خیلی جایی که مربی میشینیم صحبت میکنیم یک چیزی خمونه. خب سوال آخران، کی انتظار میرود که دیمیتری چرشف به تاجیکستان بیاید؟ 18 ینوار. 18 ینوار به تاجیکستان میرود. هرچند ما خواستم که ای تلویزیون و دیگه جا برون با ایرپورت فرودگاه با فرودگاه برون قبول کنن، راضی نشید. گفت چرا؟ وقتی که بعد در مهمان خونه معرفی میکنین هموش کفایه است. باشد. خاکساری هم زیب هر بله آدم است البته. باشد. یک صحبت داشتیم با غیرت میراحمدوف، دیرکتوری کلوب روشنی شهری کولاب.
برای صحبتتون با شما اظهار سپاس. دوستان عزیز در همینجا برنامه ما به انجام میرسد. خیر.